خیلی پرسیدن که این تابلوهای بالا سر چرا بغلش قیمت داره. خب اینجا علاوه بر مشاور املاک اینجا نمایشگاه تابلو فرش هم هستش و حالا صاحب اصلی املاک حاج آقا خسروانی تابلوهای خیلی زیبایی داره. اصولا ما مشاوره که اینجا هستیم عادت کردیم به این تابلوها. یه روزی که حالا مشتری میاد و یه تابلو میخره یه جایی ازش خالی میشه کلا انگار یه تیکه از وجود ما رو میبرن. ما خیلی عادت داریم به این تابلوها، همیشه لذت میبریم. این فضایت حالا بعضیا فکر میکنن که شاید شلوغ باشه ولی بسیار زیبایی خودشو داره. حالا اگه خواستیم میتونم ویدیوشو بگیرم براتون. یه خورده اینجا یکی از اتاق جلسات اصولا دور تا دور تابلوست. حالا اون طرف هم هستش دیگه. ما در خدمتون هستیم. سلام رفقای املاکی، امیدوارم روزتون مثل یک کمیسیون پرپیمون خوب و پر انرژی باشه. قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب خیلی کوتاه یادآوری کنم که توی قسمت اول درباره روز اول ورود به املاک حرف زدیم. گفتیم که روز اول قرار نیست قهرمان بازی در بیارید، قرار نیست کار به خصوصی انجام بدین. گفتیم فقط بشینید، نگاه کنید، گوش بدین، محیط رو بشناسین، اصطلاحات رو یاد بگیرین، با دوستان آشنا بشین. فقط یه جوری مثل اینکه حالا فضا رو قورت بدین. اگه این ویدیو رو ندیدین حتما قبل از ادامه این آموزش ببینید چون پایه و اساس این شغله. خب حالا که اون رو رد کردیم بریم سراغ اصل جلسه امروز. محمد مسعودی هستم، با بیش از 15 سال یا 17 سال، سال 87 فکر میکنم من وارد عرصه خرید و فروش و رهن و اجاره املاک شدم. اگه تازه وارد شغل املاک شدی یا قصد داری وارد این حرفه بشی این ویدیو مخصوص توه. امروز میخوام اولین جلسه از آموزش قدم به قدم مشاورین املاک رو شروع کنیم، از روز اول ورود به املاک تا نحوه صحبت با مشتری تا روش گرفتن فایل اختصاصی. با ما همراه باشین، در خدمتون هستیم. یه مرور بکنیم به روز اول. خیلی روز اول که وارد املاک میشن مستقیم میرن یا خیلی اصرار دارن که روی خرید و فروش و این چیزا کار کنن که کلا اشتباهه. خرید و فروش برای مشاور با تجربه است، نه روز اولی و ماه اولی. و به نظر من حداقل 6 ماه تا 1 سال شما باید رهن و اجاره کار کنید. رهن و اجاره زمین تمرین شماست. اینجاست که اصطلاحات رو یاد میگیریم، با مشتری واقعی روبرو میشین، با منطقه آشنا میشین، قیمت ها رو یاد میگیرین، کم کم حرفه‌ای میشین. اگه مسیر درست رو بری، چیزی که من 17 سال برای یادگیریش وقت گذاشتم تو میتونی در چند ماه خیلی به سرعت یاد بگیری و سمتش بری. بریم سراغ ارتباط با مشتری. کلا چطوری با مشتری رفتار بکنیم و برخورد بکنیم. مشتری 3 چیز میخواد. یکی احترامه، یکی شفافیت و یه موردش صداقته. مشتری نباید احساس کنه که تو فقط دنبال کمیسیون هستی، باید احساس کنه همراهشی، میخوای براش بهترین رو پیدا کنی، فشار نمیاری روی اون شخص، تصمیم نهایی با خودشه. تو با لبخند، لحن آرام، اعتماد به نفس این حس رو منتقل میکنی. گاهی لازم نیست زیاد حرف بزنی، کافیه که فقط حرفای مشتری رو گوش بدی، نیازش رو بسنجی و شما دقیقاً دنبال اون فایلی بری که نیاز مشتریته. خب ما بیشتر از این فکر نمی کنم لازم باشه زیاد بخوایم ادامه بدیم در مورد اینکه چطور با مشتری صحبت بکنیم یا چطور رفتار بکنیم. برمیگرده به شخصیت هر طرفی و اصولا دیگه حالا اون نقش و اون چهره‌ای که قدیم از املاکی‌ها داشتن دیگه کلا دموده شده به قول معروف و شما صداقته که
با صداقت میتونیم جلو بریم، ولی خب یه جای ریزه‌کاریایی هم داره. خب بریم سراغ فایلیابی. بعد از چند روز آشنا شدن کلا با محیط کار و دوستان و اینا، آدم باید اول شروع بکنه دنبال فایلایی بگرده که حالا رهن و اجاره باشه. حالا کلا این رهن و اجاره یا خرید و فروش کلا روش فایلیابیشون تقریبا یه طوره. خب شما اصولا وقتی وارد محیط میشی به چند نفر از دوستان، آشناهان، فامیل اطلاع میدین که آره ما وارد حالا عرصه املاک شدیم و مشاور املاک شدیم و خیلی راحت میتونین فایلایی که حالا اونا دارن یا حتی دنبال فایل به خصوصی میگردن، دنبال رهن و اجاره میگردن یا اینکه میخوان ملکشون رو اجاره بدن، خب خیلی راحت میتونین فایل دوستا و آشنا و فامیل رو همینطوری دریافت کنین و روش کار بکنین. حالا برمیگرده دیگه به زرنگی خودتون. اگه فایل رهن و اجاره باشه که میتونین یواش یواش روش کار کنید با کمک گرفتن از مشاورای دیگه، از مدیریت حالا اون مجموعه‌ای که دارین توش کار میکنین، یا اینکه فایل فروشه که به نظر من بهترین راه اینه که بسپارین به حالا یه مشاوره بگیرین از مشاورای خرید و فروشتون توی مجموعه املاک و فایل بسپارین به اون، حالا مورد اعتماد ترینشون، نه اینکه حالا همه. بعضی وقتا توی مجموعه املاک هم یه سری اتفاقا میفته که همکار با همکار اوکی نیستن، به هر حال یه جورایی همدیگر رو دور میزنن. ولی خب اگه فایلتون فایل آشنا باشه و فامیل باشه، خب به هر حال از همه چی اطلاع دارین و خیلی راحت میتونین فایلتون رو بسپارین به اون شخص و اون شخص روش کار بکنه. خب مثلا وقتی معامله هم انجام بشه شما در اون معامله شریک هستید. یکی از روش‌های دیگه‌ای که میشه فایلیابی کرد اپلیکیشن‌های متعدده مثل دیوار یا شیپور که شما میتونین توی سرچ کردن توی آگهی‌های شخصی میتونین فایل اختصاصی دیگران که خودشون به املاک شاید مراجعه نکردن و خودشون قصد فروش ملک یا رهن و اجاره ملک رو دارن آگهی کردن. اینجور آدم ها رو یه مقدار خب باید درست باشون صحبت کنیم و دقت کنیم روی صحبت همون که چه چیزایی چه جملاتی رو به کار میبریم. مثلا بعضی زنگ میزنن میگن ببخشید مزاحمتون شدم، یا میتونم وقتتون رو بگیرم، میگم ببخشید وقتتون رو گرفتم. اینا انرژی، جمله هایی که انرژی منفی میده. جمله درست مثلا اینه که شما بعد از اینکه تماس گرفتیم با طرف میگین سلام وقتتون بخیر، مثلا بنده محمد مسعودی هستم از املاک مثلا خسروانی، چند دقیقه وقت دارید در مورد ملکی که آگهی کردید صحبت کنیم. خب این جمله ها خیلی محترمانه است، حرفه‌ای، با اعتماد به نفسه. هدف اینه که صاحب ملک قانع بشه فایل رو اختصاصی به تو بسپاره. پس خیلی مهمه که شما جملات اول رو چطوری به کار میبرید. دقیقاً وقتی شما میگین، من اصولا یه نفر که بهم زنگ میزنه وقتی میگه ببخشید مزاحم شدم، کامل انرژی منفی طرفو میگیرم. دقیقاً احساس میکنم که طرف مقابل واقعا زنگ زده مزاحمم بشه یا وقتمو بگیره. حالا چطور با صاحب ملک صحبت کنیم و قانع کنیم که فایلش رو به ما بسپاره؟ بعد از معرفی یه جمله خیلی مهمه که شما به ایشون تاکید بکنه که ما کارمون اینه، ما حرفه‌ای این کار هستیم، هر روز با مشتری واقعی در ارتباطیم، ما اول مشتری رو آنالیز میکنیم، اگه دیدیم معیارهاش با شرایط شما جور در میاد اون وقت بازدید رو هماهنگ میکنیم. این جمله باعث میشه صاحب ملک بفهمه وقتش تلف نمیشه، مشتری الکی نمیاد، کارش با نظم جلو میره. یا دوم جمله که مثلا میشه به کار برد اینه که وقتی ملک دست چند تا املاک باشه یا شما آگهیش میکنی، هر کسی
با شما تماس میگیره، هر کسی یه قیمت میده، یک شرایط رو میگه، مشتری گیج میشه. ولی وقتی فقط با یک مشاور در ارتباط باشید، یا مشاورهای دیگه خیلی زیاد بهتون زنگ میزنن، وقتتون رو میگیرن، ولی اگه شما یه دونه مشاور داشته باشی، یک قیمت گفته میشه به مشتری ها، ارتباط با یک نفره، اون شخص دیگه با چند بار تماس گرفتن با شما کامل اطلاعات داره، میدونه که شما چه مشتری نیاز دارین، چه کسی رو میخواین و شرایطتون چی هستش. پس خیلی مهمه که توی تماس اول صاحب ملک رو قانع بکنین که فقط اون فایل رو هم به شما بسپاره، چون اصولا وقتی خودشون آگهی شخصی میکنن توی دیوار، املاکای دیگه تماس میگیرن باشون و اون فایل ملک رو ازشون میگیرن. ولی خب خیلی مهمه که شما توی تماس اول چطوری ارتباط میگیرین با صاحب ملک و چطوری میتونین قانعش کنین. اینا واقعا بعضیا خیلی ساده میگیرنش، فکر میکنن خب یه شخصیه باید زنگ بزنن اطلاعات ملکش ازش بگیرن و حالا فایلش بکنن. ولی تماس اول و ارتباط اول با مالک بسیار بسیار مهمه واسه شما عزیزان. حتما بهش دقت کنین، برین راجبش تحقیق بکنین که چه صحبت و چه کلماتی به کار ببرین که اصلا خودتون رو جای صاحب ملک بذارین. خودتون رو جای صاحب ملک بذارین، ببینین که چه جمله هایی اگه یه نفر با من تماس بگیره و به من بگه، من قانع میشم که فایلمو یا اون ملکمو در اختیار اون مشاور قرار بدم. بعد بهشون بگین وقتی خودتون آگهی رو میذارین، معمولا وقت و بی وقت زنگ میزنن، خیلی ها فقط قیمت میپرسن، اما برای ما که شغلمون هستش، ما همه تماس ها رو جواب میدیم و فقط مشتری واقعی رو براتون میاریم. کلا این جمله ها خیلی اثر داره و 90% مالکین رضایت میدن که فایلشون رو به شما بسپارن. حالا خب بعدش هم باید درخواست بکنین از مشتری که حالا اون صاحب فایل آگهی که آگهیشون رو روی دیوار پاک کنن. خب یه سری مشتری هستن که آگهی رو پاک نمی کنن. اگه مقاومت کردن، من خب و گفت آگهیشو پاک نمی کنم این چیزا، خب خیلی ها این کار رو انجام میدن. من یه روشی همیشه داشتم، یه داستان واقعی رو واسش تعریف میکنیم. اتفاقاً چند وقت پیشا چنین اخباری اومد و یه مأمور نیرو انتظامی بود که ملکش رو توی دیوار خودش آگهی کرده بود و یه نفر به اسم مشتری تماس گرفته بود و رفته بودن برای بازدید. وقتی اون شخص وارد خونه شده بود، با 2 نفر دیگه که سلاح داشتن، هم خودش و هم خانوادهش رو بسته بودن و تمام وسایل رو سرقت کرده بودن. بعد اینو اضافه بکنید همیشه بعدش وقتی ملک دست مشاور معتبر باشه، ما قبل از بازدید هویت مشتری رو کامل بررسی میکنیم، یعنی امنیت برای شما. این مثال همیشه تاثیرگذارترین بخش صحبت با صاحب ملکه. اصلا شک نکنید که مخصوصا اگه اون صاحب ملک یه خانم باشه که کلن میترسه و شما واقعیت ماجرا رو دارین بهشون میگین و آگاهشون میکنین، چون این اتفاقا افتاده و اصلا خیلی غیر قابل، شاید بعضی وقتا غیر قابل کنترل باشه و واقعا این یه شوک به طرف مقابل میده، میگه راست میگه آقا، و هر کسی ممکنه با من تماس بگیره، از من درخواست بکنه برای بازدید ملکم و وارد ملکم بشه، یا اصلا خودش داخل اون ملک نیست، مستاجر توی اون ملکه. خب ممکنه وارد ملکم بشه و یه اتفاق واسه من بیفته. اون شخص شاید آدم نااهلی باشه، خلافکار باشه، من که نمیشناسم، فقط یه شماره تماس دارم که اون شماره تماس هم ممکنه به اسم کسی دیگه باشه یا بینام باشه. در کل این باعث میشه که شما یه شوک خیلی
سنگین به طرف مقابل بدیم. حتی اگه مرد هم باشه باز تو ذهن خودش میگه آقا من زن و بچه دارم توی این خونه و داره این طرف مقابل واقعیت رو به من میگه. من خیلی وقتا که میبینم طرف مقابل مقاومت میکنه اینو بهش میگم و میگم خب باشه هر طور مایل اینو گوشی رو قطع کنم، ولی اصلا شک نکنید که طرف مقابل آگهیشو پاک میکنه و پشیمون میشه از این کار و میسپاره به کسی که بهش آگاهی داده. حالا این یکی از روش‌ها و تکنیکایی بود که میتونین فایلو به دست بیارین. یه مرور بکنیم به ویدئوی گذشته و امروز. کلا روز اول شما وارد املاک میشین سمت خرید و فروش به نظرم اصلا نباید برین. رهن و اجاره زمین تمرین شماست. مهارت اصلی شنونده بودنه. برخورد با مشتری باید محترمانه صادقانه باشه. فایلیابی ها از آشنا شروع میشه. بهترین منبع برای شما توی فایلیابی دیوار نحوه صحبت کردن با مشتریه که بدون عبارات منفی باشه. برای گرفتن فایل نظم، امنیت، حرفه‌ای بودن خودتون رو گوشزد بکنین و با مثال واقعی میتونید مالک رو قانع بکنین که آگهیش از روی دیوار برداره. اون تکنیکی که خدمتتون عرض کردم. کلا اگه میخواید جلسه‌های بعدی آموزش مشاورین املاک رو هم دنبال کنین این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید، برای مشاوره‌های تازه کار بفرستین. من محمد مسعودی هستم. اینجا هستم که کاری کنم مسیر پیشرفتتون در املاک کوتاه‌تر، حرفه‌ای‌تر و امن‌تر باشه. مرسی از همراهیتون. خدا نگهدار.